ساعت 7 صبح ترانسفر اومد دنبالمون و با فرنوشک راه افتادیم به سمت تفلیس. اینجا میدان اصلی تفلیس است و اینم بزرگترین کلیسای این شهر که تو مرتفع ترین نقطه این شهر ساخته شده. فضای داخلی کلیسا رو من خیلی دوست دارم، خیلی حس سبکی به من میده. ببینید و رفتیم پل معروف صلح رو ببینیم. خیلی ساده و زیبا بود، واقعا رنگ و لعاب داده بود به شهر. سوار تلکابین شدیم و با این منظره از شهر رفتیم بالا تا مجسمه مادر رو ببینیم. برای نهار خاچاپوری خوردیم که من خیلی دوست نداشتم. همسفر قشنگم. این اونا هم خیلی معروف بودن و با پنیر گرجی پخته شده بودن. خرید توی تفلیس تعریفی نداره، برندها خیلی محدود بودن. این برج ساعت هم برای من جذابیتی نداشت متاسفانه. در کل تفلیس برای من یک سفر خیلی معمولی بود.